سامان آتیش بازی کنه. بغل مشکلی؟ سالمی. قربان شما. مثلا این بغل داری؟ سری آخری باز منو یار قدیمو کنه یار قدیمو کنه نه سلوک مراتن داری گنبزه بلند میکنه Tamam şöyle fuerte. هل جور يلا شروع کنو الهی یا محمد یا محمد الهی یا محمد یا محمد رسول هاشمی دریای رحمت رسول هاشمی دریای رحمت برادر دین پیغمبر بپا کن برادر دین پیغمبر بپا کن نماز و روزه و ذکر خدا کن نماز و روزه و ذکر خدا کن اگر مایی که جنت را ببینی اگر مایی که جنت را ببینی به ناموسای مردم کم نگاه کن به ناموسای مردم کم نگاه کن علی دیدم علی در خواب و دیدم علی دیدم علی در خواب و دیدم علی در مسجد و محراب و دیدم علی در مسجد و محراب و دیدم علی دیدم که با دلدل سواره علی دیدم که با دلدل سواره چوغم بر با رکابش می دویدم چوغم بر با رکابش می دویدم
خدایا هرچی میخوام چنان کن، خدایا هرچی میخوام چنان کن، مرا هم سایه باریک میان کن. اگر باریک میان عمری نداره، اگر باریک میان عمری نداره، 2 سال از عمر من بر عمر او کن، 2 سال از عمر من بر عمر او کن. هنوزم یار جانی یار جانی، هنوزم یار جانی یار جانی، به دنبال بر نمیگردد جوانی، به دنبال بر نمیگردد جوانی. وقتی در نفر بله این مراسمات که میبینی اینا قدیم نه تلویزیون بود نه تقویم بود نه هیچی. حساب سال داشتن که 50 روز به نوروز میشه پشت بوم میشدن. حالا پشت بوم هم به حساب ایزگام شه خطر داره. پشت بوم ها گیلی بشودن و هر نفر نه اینقدر یک بار خرک با خر هیزم و خلاش معودان آتیش میدن. همه پشت سر همه بی یک بار همه خانه ها همه خانه ها آتیش میدن. مردم خبرشن که خوشحال بشه 50 روز دیگه به نوروز و 100 روز دیگه به قله، یعنی گندم ده 100 روز دیگه از این موقع به در میاد. گندم به دست ما برای همین واسطه این صدر از همون قدیم رو بناشیه دیگه که مردم دانن که 50 روز به نوروز و 100 روز دیگه انشالله قله خنداش. دیگه چی گفتین آقا؟ برای اونم به خوشحالیشو گفتن که مثلا وقتی که 100 به قله و 50 روز به نوروز مشو که خیلی خوشحال میگن 3 ماه نوروز 100 به قله 50 به نوروز کفتروی خانه کوگاشم خانه 40 روزه که شدم بیکار این 40 روز شدم بیکار. حالا کشاورزا شدن به غم گرفتار، یعنی کشاورزا شده که کار نداشتن 40 روز بیکار. از رو آتیش هم که مثلا مگن زردی ما مال تو قرمزی تو مال ما. بله برجی یک بار برجی بارك الله ناخذ يكيكا
باش ما میرسیم